یعنی خود به خود بدون صدایی که بشنویم، بدون دستوری ما پا شدیم وایسادیم به صورت خبردار منتظر یه خبر بودیم. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ در همین حین که بودیم امام رضا یه صدا زد، بعد گفت آقا اومد. من دنبال آقا بودم. آقا کیه؟ گفتم آقا امام حسین من داداشم از تو میخوام. ای خدا. بعد من وایسادم، یک لحظه سرمو رفت به سمت، احساس کردم داره آقا میاد. بعد سرمو انداختم این ور، به قول خودمون چشامو درشت شد، دیدم دارن یک جماعتی از دور دارن میان و یه نور سبزی هم ساطع شده به این جمعیته. بعد زمانی که دارن میان سمت ما، دیدم دارن میان، خاکی داره بلند میشه. دقت کردم دیدم یه آقایی داره میاد، لباس سبز کلا ترشه، داره میاد، شال مشکی هم بسته، هیکلی. یه لحظه گفتم یا حسین، این آقایی کیه داره میاد سمت من؟ حالا قبل از اینکه امام حسین به من برسه خیلی جریان بود. وقتی که امام حسین میاد سمتت به این راحتی ها نیست. امام حسین که میاد سمتت یه حزن، اندوه و غم میاد سراغت. طوری امام حسین میومد سمت من به قول خودمون خبردار شده بودم هر چقدر که امام حسین میومد سمت من انگار دیگه نباید میدیدمش. همینجور سرم افتاد پایین. یعنی من حق نداشتم امام حسین رو ببینم. اومد یه راست رفت سمت پدرم. تا به پدرم رسید گفت چیه اینقدر حسینتون داره من صدا میزنه؟ جریان چیه؟ پدر من یه اشاره‌ای به من کرد، نشون داد منو. من احساس کردم که امام حسین برگشت سمت من، شفاعت منو نکرد، نیومد سمت من، رفت عقب‌تر. با آقای امام رضا اون فاصله اونورتر وایستادن. بعد من به پدرم گفتم که چرا آقای امام حسین شفاعت منو نکرد؟ زمان گذشت، دوباره یک انرژی، یک دستوری مافوق، ما نمیدونیم، دوباره ما رو یه حالت بسیار خبردار بلند کرد. وایسادیم دستا کنار. یا امام زمان، فقط امام زمان رو صدا میکردم و با آقا امام رضا رو وایسادم. بعد پدرم دوباره گفت آقا داره میاد. دیدم یه حاله از نور سفید داره میاد، یه آقایی سفید پوش، شال سبز بسته داره میاد. من خیلی توجه کردم که چهره آقا رو من فقط شکل شمایل حدودیش رو دیدم. اومدم خیلی واضحشم دیدم کره زمین رو دارم از دور میبینم. چنین چیزی حسی به من القا شد. بعد من دیدم سه تا حضرت داشتم با هم صحبت میکردم. صحبتشون خیلی به درازا کشید. منم خودم گفتم چرا با هم دارن صحبت میکنن؟ جریان چیه؟ در همین حین که بودیم دیدم امام رضا یک لحظه برگشت پشتشو کرد، یعنی یه مسافتی رفت جلوتر، پشتشو کرد به آقا امام حسین و حضرت مهدی. دستشو بود رو به آسمون. آقا امام رضا دستشو بود رو به آسمون، گفت خدایا. این خدایایی که گفت خدایا، به قول بچه‌ها گفتن این صدا تنین شد، خدایا اکو شد، تکرار شد، خدایا. صدای امام رضا هنوز تو گوشمه. گفت خدایا. بعد مکسی کرد، گفت اینا زوار من بودن. جواب مادرشو چی دادم؟ به محض اینکه اسم مادر اومد امام حسین منقلب شد، به هم ریخت. دیدم از دور داره سراسیمه میاد سمت من. همینطور که داشت میومد دوباره اون فضا حاکم شد، فضای غم، فضایی که داره متلاشیت میکنه، فضایی که داره قابل توصیف نیست. همینجور اومد سمت من، دوباره ناخودآگاه سر من افتاد پایین. ولی احساس کردم اومد سمت من، سرم افتاد پایین. یک لحظه از جلوی ذهنم گذشت خدایا، یعنی من لیاقت ندارم چهره امام حسین رو ببینم. امام حسین تقریبا اومد نزدیکای من، خیلی نزدیک شد به من، یه دستی جلوی سر من کشید، گفت میثم برو، خدا شفاعتو داد. من نمیدونم، یک لحظه ما یه قدرت خدا بهم داد، کاش که نمیداد یه قدرت خدا بهم داد. من یک لحظه برای چند ثانیه سرم آوردم بالا، یه لحظه گفتم یا امام حسین، کاش که نمیدیدم، من اینجا زیارت نامه میخونم. پدرم میخواستیم بریم تو تونل، امام رضا اومد سمت من، گفت برو به مادرت بگو که قول دادم، سر قولم وایسادم، برتر گردم. گفتم میثم من تو رو از آقا امام حسین پس میگیرم، نگران نباش، آقا تو رو برمیگردم، مطمئنم آقا تو رو برمیگردم. همیشه رو سرم باشه.